رسول اکرم میگه این سخن بر ما گفت. چی گفت؟ ای امتی من، گفت من که از بین شما میگذرم، من ابدی با همراهی شما تا قیامت زنده نمیمانم. من از دنیا میگذرم، لکن از یک چیز بسیار بر شما میترسم. این است که درهای زیباگی و زینت دنیا بر روی امتی من گشاده می شود. امتی من این دروازه های زیب و زینت دنیا را برای خودشان اختیار می کنند و از امر آخرت و از عملهای آخرت فراموش می کنند. امروز در اصل بندگان خدا به دنیا داده شدند. امروز تمام اکثر امت پیغمبر خدا را می بینی همه چی است، فقط از پای دنیا دوان است. آیا چرا مسجدهای ما و شما امروز پر نمی شوند؟ زیرا که اکثر امت پیغمبر خدا امروز برای دنیا چیکار کردند؟ یک ساعت عبادت خداست، اون